روندی دائمی است که از منشأ خود در اقلیم آسمانی به سوی جهانهای زیرین جاری است. این اقیانوس عشق و رحمت خود را به صورت امواجی که از چشمه‌ای فوران می‌کنند به ظهور می‌رساند، چون کیفیات سوگماد را در خود دارد. در طبقات زیرین که شامل جهان فیزیکی هم می‌شود، تنها می‌تواند به صورت آگاهی جلوه‌گر شود. به این ترتیب هنگامی که به طبقه روح یا آتملوک می‌رسد، خود را در صورت ستنام در ساچخاند متجلی می‌کند. آتما یعنی روح و لوک یا لک یعنی سرزمین یا اقلیم. ساچخاند خانه حقیقی روح است. ادامه: این مقام الهی تماماً شخصیت می‌پذیرد و در قالب آن تمامی کیفیات سوگماد را برای نخستین بار در صورتی منفرد به تجلی می‌گذارد. ستنام آفریدگار یگانه، پروردگار، خدا و پدر تمامی پیروان ادیان حقیقی است. او سرچشمه‌ای است که از میانش موج صدای سوگماد هدایت می شود و به همه عوالم زیرین راه می یابد. در سراسر عوالم مقام متعال همه کسانی که در دامان سوگماد اقامت گزیده اند می توانند صدای او را ببینند و بشنوند. جریان صوتی حیات دارای دو جنبه نورانی و صوتی است، یعنی هم شنیده و هم دیده می شود. ادامه: او تنها به گوش روح‌های بیدار شده‌ای شنیده می شود که وصل را از پیران عقل دریافت کرده اند. هنگامی که آگاهی انسانی در آدمی بیدار شد و توانست موج سوگماد را بشنود و ببیند، روشن ضمیر می شود. او صدای سوگماد را می شنود، آن را می بیند و قدرت مطلق آن را حس می کند، چون یک مقام الهی است که خود را در تمامی آنچه که قابل دیدن و شنیدن باشد به ظهور می رساند. موج صدای سوگماد از مجرای ستنام از اقیانوس عشق و رحمت صادر می شود و به سوی بیرون به راه می افتد تا به سرحدات جهانهای معنوی و کل عوالم مخلوق می رسد. سپس به اقیانوس باز می گردد. همان صورتی که امواج از افتادن سنگ در نهری راکد می آفریند. سوار بر این موج گویی تمامی قدرت و کل حیات رو به بیرون و به سوی منتهی الیه سرحدات آفرینش جاری است و باز هم این چنین می نماید که همه حیات به سوی ستنام باز می گردد. بنابراین روح باید از موج برگشتی این صدا یاری جوید. پیر اک وصل را برقرار می کند و روح فردی را به این موج برگشتی پیوند می زند. در این هنگام است که روح یا آتما سفر بازگشت به سوی عوالم بهشتی را آغاز می کند و همه عالم فانی را پشت سر خود می یابد. این گونه سوگماد با کسانی که کلامش را مطیعند سخن می گوید، چون او کل حیات را در دست دارد. همه آنانی که به آن گوش فرا دهند و اطاعت کنند نور و کلمه خدا را در خواهند یافت. سوگماد چندان درگیر نظام‌های کالبدی نیست. ارتباط او تنها با آگاهی برقرار است، وضعیتی از آگاهی که در طلب تمامیت هوشیاری است مد نظر اوست، چون این طلب همان است که آتما را برآن می‌دارد تا خویش را در جایگاه وحدت با آن تشخیص دهد. در کل عرصه حیات سوگماد حاضر مطلق، قادر مطلق و عالم مطلق است و آرزو دارد که روح در این کیفیات با او سهیم شود. آنانی که اک زنده را میشنوند و میبینند این کیفیات خداگونه را تجربه میکنند و اجازه دارند که آن را
در راستای منافع کل هستی به کار گیرند.